سومان 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 چی شد سومان؟ خوب هستی؟ خوبم باید آریم و دیگران رو موفق کنیم رفیقان. در طرف راست است. احتیاط کن، زودتر باش. سومان از برای خدا چیکار میکنی؟ خودت راه احتیاط کن. خوب هستی؟ خوبم من مادری آباده داده بودم. دخترها باید نجات دهیم. تو را نجات میدهیم سومان. آرام شو. راهگر زودتر راهگر گذر گفتم. آنها رو سر دهید احمق ها. ای احمق تو فکری خودت رو کن. گوش میکنم اقرب دو. از دو طرف پرونده ایستادن. پیش رفتن نمیتوانیم. باید یکان کار دیگر کنیم. اقرب یک، اقرب پنج، اقرب یک، اقرب پنج. اقرب پنج گوش میکند. در پناه ماشین از بین تیر پرانه گذاشتن مانعی آنها شده. اقرب سه بسر رول ماشین شیند. زودتر باشد. تو اقرب بیا می رویم، حمله میکنیم، منتظر نمیشویم. ای پروردگار، گویا تو این کم از رو میرونده باشی. در برادر صبر کن، بعد از 3 ثانیه با کم سوار میشوی. زود میرویم، دوام ده. زودتر درون چند نفرند؟ من از سیلو بلاسون ترسی ندارم. من از اسیران در خواطرم. آنها با قوم نارحمان دخترک رو زد. اینها چگونه انسانند؟ من گیوان شمندان انصاف و شفقت عقل و فراست ندارم. باید چیکار کنیم؟ حیات دخترک در خطر است. چیکار کردن این دیوانه معلوم نیست. اول با ماشین دقتی آنها را پریشان میکنیم و بعد یک جای عاجلا حمله میکنیم. فهمو. اقرب یک، اقرب پنج، منتظری شماییم. اقرب پنج، اقرب یک، اکا این نوبکار کلید رو نگرفت آمده است. جوره بسیار خوب. چی با درون در آمده از آنها کلید طلب کنم؟ اقرب سه، اقرب یک، 10 ثانیه پس آماده میشوید. اگر بولتا ما رو ناراحت نکند. کارلا زودتر باش، همه منتظری توییم. زیر
جورا تو با کجا؟ من رفت کلید را گرفته می آیم. برادر آیا تو را خنک زده است یا اینکه به سر تو از هوا سنگ افتیده است؟ نه من خوبم. حمله کرده اونها را زده کلید را گرفته می آیم. ای برادر اگر به اونجا روی دیگر حجت به کلید میموند. کمیسر عارف گفت که هر دویتون با کمر سوار شده حمله میکنید. یگان چیز رو میدونم. راست همین خیل گفت. زودتر به حرکت در راه فرمان را شنیدی. تو یگان ذره انصاف داری؟ از خدا نمیترسی؟ به ناموس سرده. تو فکر خودت رو کن. حالا آنها علکه با دنیای دیگر رفتن. تو از من چی میخواهی؟ بسیار چیز نه. جون تو رو میخواهم. از برای تو شده با ما حمله کردن. تو را نظارت کرده به اینجا آمدن. اگر وقتم میشد میدانستم که با تو چیکار کنم. مرا سرده. اینها رو گرفته ببنده. زود. سرده مرا. سرده. 5 4 ای سلاحات رو از پس من دور کن. 3 2 بولتر سلاح رو یه طرف کن. ناگهان دستت خطا نکند. باز یگان حادثه رخ ندهد. 1 انا دیدی به کار در اومد. اکنون خاطرت جمع شد. برادر تو چرا سلاح رو به سوی من میکنی؟ عجب انسانی تنبلی. زیر پیشتان خوبتر کار میکنی. راست گفتی. برادر ما همشهری. تا با ما فشار نمونم کار نمیکنی. اقرب 5 اقرب 1. گوش میکنم اقرب 5. اکا کم از آماده است. همه یک طرف ایستد. می آیم. رفیقان شنیده بالتا با ماشین میآید. همه آماده باشید. خواهش میکنم باز کار رو خراب نکنید. بس کن. چقدر گاز میدی؟ الان که موتور ماشین نمورد جورا. بس کن. زودتر غی کن. مرا دیوانه میکنی. ای بولتا اگر تو بدم پری ماشین گذاره خوبتر میشود. بعضا سری تو هم خوب کار میکند. کارلوس زودتر شو. بالتا زودتر باشید. اینها کجا شدن؟ حیوان ها در تخانه کارهایی بد میکنید. حالا با شما نشان میدیم. اوه آفرین. با اون هونیگر رجب را بینید پرواز کرده می آید. قهرمان جهان اوید به موتورسیکل رانی از سرگیری می باشد. حالا باشد نوبت قهرمانی اوید به کمر رانی باشد. کلیدیا رجب خدا از تو راضی شود. پراندنگیر اینا با کار. زودتر. تسلیم به شما. ما پرنده به زمین. خوب رو کارلوس لبای شما از پیش گذارید. ما از پایان می درویم.
فهمیدم اکا. اگه تاخانه کجاست؟ با کم از آنجا دراییم. مایل اشرف همین طور میکنیم. تو میتوانی. آفرین. اگه به تاخانه در آمدن نابود میکنیم. مایل اشرف اما اول باید اسیران را رها کنیم. اطاعت اکا. بیرون رو به خاک یکسان کردن. منتظر شوید. وقتی که به درون درآیند حمله کنید. پراکنده شوید. بهترین راهی به تعیینات مخصوص برگشتنم همین است. راستی گپ فکری خوب کرده ای. هم به خصلت من موافق است سردار. قبل از عملیات مذاکره کردن بسیار مهم است. اگر از امتحان با بهای خوب گذری و باوری دارم که البته میگذری، پس دویم باره تو را به کار قبول میکنیم. صالح. سلامت باشید سردار. تشکر زیاد. دخترها در تخانه باید در آمدگاه تخانه را یابیم. عارف در آمدگاه از طرف چپ بوده. فهمو ما با شما به پایان میرویم. شاهین شما با ما کمک کنید. تا اینجا را تمام نکنیم به پایان نمیرویم. وقت نداریم. حیات دختران در خطر است. من همراهی شما به تخانه میدرایم. شاهین خب نباشد ما قسمی بالا را تفتیش میکنیم. فهمو زودتر شوید. رفتیم. نمیدانم در پایان باشی روبرو میشویم. به هر حال باید رویم. از یک خواهش آرام باش. باز حیات خودت را زیر خطر نگذاری. مایلش آری زودتر باش. تو در اینجا ایستا محافظت کن. فهمو. رفتیم. تسلیم شوید. یگان نامخونی نکنید. زودتر اسیران را آزاد کنید. زودتر. عزیزه؟ اپا بله من میباشم. من عزیزه هستم. عزیزه با مادر داده دادم. تو رو از اینجا نجات میدهم. نترس جانکی من. ما آمده مکن نترس مایلش. شما در محاصره اید.
دیگر جای گریز ندارد. تسلیم شوید. شما چیکار میکنید؟ اکنون چیکار میکنید؟ بس کن. مرا گوش کن دخترها سرده. به جای من میآید. سومن نرو. سومن تو چیکار میکنی؟ نه سومن نه. وزنی شد. سومن نکن این کار را. سومن سومن هیچگاه با من بازی نکن. من برای تو اسیری خوبتر می باشم. دخترها سرده. عارف شاه اینجا آدمی زیاد در کار نیست. تو همراهی ظریفیستی کفایه. رفیقان دیگر به بیرون برآمده امنیت را تامین کنند. فرقت شما برای خوب شده است. امنیت را تامین کنید. تنها گذاشتیم یا اینکه با او توجهی زیاد نکردیم؟ با او دوستی نکردیم. دوست و رفیق را از بیرون یافت. هرچی از دستم آمد کردم. خوراندم پوشاندم. گفته آیا درست است. اما شایبی خودمان این حادثه به سرمان آمد. در این خانه را قلف کردیم. گمان کردیم که خانه‌مان در امنیت است. لیکن با واسطه کامپیوتر به خانه‌مان آدمی بیگانه در اومد. بس کن. خودت را به دست گیر. همون پلیس دختری که وعده داده بود. سومن؟ بله. با او باور میکنم. به وعده‌اش میایستد. دخترم رو نجات میدهد. رفت. همش ناز میشود. خودت را به دست گیر. بس کن. سومن اپا التجا میکنم برای من شده خودتون رو زیر خطر نگذارید. بس کن دخترها سرده. معلوم است که شما باز چی فکر و نقشه دارید. انا با اینجا آمده بزانو ایستا. بعد دختر آزاد میکنم. ای به ناموس تو وضعیت خودت را مشکل میکنی. به زمین خبرم. به زمین. بزانو ایستا. بزانو. زودتر بزانو ایستا. زودتر شو. دخترها سرده. کش زودتر. اجاز باشم کش. زودتر با این طرف. با این طرف. در طرف ما آدمی زیاد جمع شد. بس ما بازی میکنم.
نابکار دروغ گفتی. دروغ گفتم وظیفه ای من است. برای این کار جواب بدهی. ای باز اشتباه نکنی. بیشرف اکنون چیکار میکنی؟ آیا تو گمان میکنی که برای تو چرخبال میاریم و تو با اون سوار شده به خلاهای بلند پرواز میکنی؟ همین خیلی گمان میکردی؟ همین خیلی فکر داری؟ خوابت رو با آب گوی پلید. اینم فکری بد نیست، اما من فکر میکنم که همه یک جا به دوزخ میرویم. بنزین را بسرش نیست. ریس ابا جون عزیزه آروم شو. آروم شو. بس داری همش نیست. رسید حیوانی نابکار. عقل در جاش نیست. بسیار خوبم. عقلم هم در جایش. همه را تایی زده نیست نابود میکنه. رفیقان زودتر آنها را پرانید. مرا فکر نکنه. باوری ندارم. نخواد که تو برای پالیس زیبا را حیف کنم. بی شرف. سلام سردار. من گمان داشتم که در این موسم آدم‌های زیاد به امتحان می‌آیند، اما چنانه که می‌بینم نه آنقدر داوطلبی زیاد آمده است. عادتا چیزی با صفت کم می‌شود، اما کار بسیار را انجام می‌دهد. عزیزم آرام شو. آرام. بنزین را ریس. آری التجا میکنم یکم کار کنید.